سالها زندگی آدم‌های موفق رو مطالعه کردم تا بفهمم روزشون رو چطوری سپری میکنن که اداشون رو در بیارم تا منم تبدیل بشم به همونا. اول اینکه 1 ساعت مشخص رو هر روز از خواب بیدار شی. تغییر نکنه. دیسیپلین نشون میده که تو قدرت تغییر داری. بعد از اون یه صبحانه خیلی خوب میخوری. همزمان که داری آماده میشی یه دونه پادکست انگیزشی میذاری توی گوشت. مغزتو با اخبار چرت و پرت پر نکن. اونا هیچ فایده برای تو نداره. نه که طرفدار ورزش صبحگاهی ام، خب برم ورزش کنم بعد صبحانه بخورم. بعد از اون سر ساعت کارتو شروع میکنی، کاری که روز قبل نوشتی و طبق برنامه قراره بری جلو. سر ساعت هم کارتو تموم میکنی و به خانوادت رسیدگی میکنی. دیگه اینجا نه از کار صحبت میکنی، نه میری توی سوشال میدیا، نه اخبار بد تماشا میکنی. سر ساعت هم میری میخوابی. 1 ساعت قبل از خوابت هم خیلی مهمه. هر غذایی که به مغزت تو 1 ساعت قبل بدی، همونو شروع میکنه براتو پروسس میکنه و وارد روح و زندگیت میکنه. پس اون 1 ساعت قبل تو پر کن از اطلاعات خیلی خوبی که براتو مناسبه. بهتره که کتاب گوش بدی یا کتاب بخونی. این کارو بکن. اگر تبدیل نشد به اون آدم موفق